الرحیم. خب جلسه دیگه از جلسات به عبارتی از درس‌های شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شاگردان مدرسه نبوت، اولین مدرسه اسلام، اولین نسلی که اسلام رو دریافت کردن، فهمیدن، عمل کردن و مورد خوشنودی الله رب العالمین قرار گرفتن. امروز هم داستان صحابی دیگر، بانوی بزرگواری دیگری رو میخونیم به نام اروا بنت کریز رضی الله عنها. اروا بنت کریز رضی الله عنها. و خب ببینیم مثلا ایشون کی هست. خواهید شناخت. ببینیم وقتی معرفی بکنیم میشناسید یعنی ایشون رو، هرچند اسمش رو شاید کمتر شنیده باشید اسماً. تاریخ اسلام نگاه کنید. گفتم که وقتی که سخن هست زنان و مردان کنار همن، با هم هستن و نقش مستقیم دارن، برخلاف اون چیزی که متاسفانه در قرنهای بعد اتفاق افتاد و تحجر و تعصب و میشه گفت دوگمگرایی به اصطلاح خیلی‌ها مانع از این شد که حقیقت زن دریافت بشه. قرآن وقتی صحبت میکنه مسلمات مؤمنات، زنان مسلمان و مؤمن، کاملا نقش اونها مشخصه در جامعه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ابتدای دعوت اسلام و تلاش هایی که صورت گرفته. ابن عباس رضی الله عنهما نقل میکنه، یعنی خداوند هم از ابن عباس عبدالله راضی باشه، هم از عباس عموی پیامبر. ایشون چی میگه؟ خوب دقت کنید. میگه اسلمت ام عثمان. خب ببینید ایشون کیه؟ اسلمت ام عثمان، مادر حضرت عثمان مسلمان شد، و ام طلحه و مادر طلحه، و ام عمار و مادر عمار، و ام ابی بکر مادر ابوبکر، و ام زبیر مادر زبیر، و ام عبدالرحمن ابن عوف. خب ببینید این شخصیت ها، مثلا وقتی ما میگیم عثمان و ابوبکر و عبدالرحمن ابن عوف و مثلا، خب ببین مادرهای این هم هستن، همسرانشون هم هستن، دخترانشون هم نقشه رو داشته باشید. اینجا یکی از این شخصیت های بارزی که خب مسلمان شده در همون ابتدا، ما میبینیم که اروا بنت کریز هست. بنت کریز ابن ربیعه ابشمی. مادر کیه؟ مادر حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین، داماد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. مادر اروا ببینیم که امها، مادر اروا کیه؟ ام حکیم هست. ام حکیم ببینید کیه؟ نگاه کنید، مادر حضرت عثمان، خب خودش مادری داره دیگه، یعنی مادر اروا مادر حضرت عثمانه. اروا مادرش کیه؟ ام حکیم هست، یعنی مادر اروا ام حکیم. ام حکیم در واقع اسمش البیضا هست. بیضا کیه؟ دختر عبدالمطلبه، عمه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی مادر حضرت عثمان دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. و برخی گفتن که ایشون با عبدالله ابن عبدالمطلب، یعنی پدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دوقلو بوده. یعنی ام حکیم مادر اروا، که اروا مادر عثمان رضی الله عنه هست. خوب دقت بکنید، در واقع ام حکیم با عبدالله پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، برخی نقل کردن که اینها با هم دوقلو بودن. و در هر صورت در این شکی نیست که هیچ اختلافی مورخین ندارن که اروا مادر عثمان رضی الله عنه خواهر عبدالله هست، خواهر ابو طالب هست. و من نمیدونم، واقعا خیلی زیبا هست وقتی این صحنه ها رو میبینید، ارتباطات رو میبینید، ایمان رو. ما چیزی که اصلا نمیدونستیم. میگه همین که ما دیگه خلیفه راشد عثمان رضی الله عنه رو که میشناسیم و منبع کرم و سخاوت و بخشش و بزرگواری که خب ذوالنورین بودن، جزء اصحاب رده اول اسلام هست، خب طبیعیه که همین قدر نگاه کنیم مادر ایشون هم در این مسئله برای ما خیلی روشن هست. اما جالب اینجاست که بیضا که ام حکیم باشه، مادر اروا که مادر بزرگ عثمان به عبارتی باشه، ایشون خب همسر کریز هست. همسر کریز، چون اروا میشه دختر کریز، همسر کریز ابن ربیعه هست. خب ایشون فرزندانی به دنیا آورد به نام عامر، اروا، طلحه و ام طلحه. ام حکیم که مادر هست میگه وقتی که من فرزند خودم و دختر خودم رو به دنیا آوردم، همین اروا رو، تو خواب دیدم یکی به من میگه که یک شخصیتی رو
تو به دنیا آوردی یا شخصیتی از این به دنیا خواهد آمد که دارای چنین بخشش ها و کرم و فضل و یه سری القابی که خب اونجا مطرح میشه در لغت عرب. و جالب اینه که خب اروا پسرش کیه؟ حضرت عثمان رضی الله عنه، عثمان ذوالنورین هست. و خب ایشون دارای خیلی از اون صفاتی بود که اون در خواب اونجا این مسئله رو دیده بود. و باز میبینیم که عبدالله ابن عمرو ابن عباس عثمان که نوه باز عثمان هست، باز این هم میبینیم که خیلی در بین اهل زمان خودش دارای سیمای خوب و چهره خوب و بخشش و اهل شعر و تقوا و خیلی موارد هست که دیگه اینا همه نقل شده که حالا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم که چه اتفاقی افتاد. در هر صورت میگه اروا بزرگ شد، بالاخره اون زمان ازدواجش فراهم شد و بالاخره ازدواج کرد با عفان ابن ابوالعاص پدر حضرت عثمان. و خب دو فرزند رو به دنیا آورد، عثمان رو به دنیا آورد و آمنه رو، عثمان و آمنه رو. بعد ایشون با عقبه ابن ابی معیط ازدواج کرد، با عقبه ابن ابی معیط ازدواج کرد. عقبه خب فرزندی رو به دنیا آورد به نام ولید و عماره، خالد و ام کلثوم و ام حکیم و هند. بعد چند فرزندم از عقبه ابن ابی معیط به دنیا آورد که یکی از اونها همون ولید هست. اخباری که به دست ما رسیده نشون میده برای اینکه اروا مادر حضرت عثمان اهل بخشش و خیر و کرم و اینها بود. ابن حجر در اصابه نقل میکنه از مرزبانی، در معجم الشعراء میاره که اینگونه نقل شده که یکی از شخصیت‌های تمیمی، افعال ابن قیس ابن عاصم مثلا تمیمی، میره به مکه در زمان جاهلیت در خونه اروا بنت قریش، بالاخره خونه شوهرش بوده، خونه اون عفان بوده و ام عثمان اونجا که مادر حضرت عثمان باشه بالاخره از این پذیرایی میکنه. زمانی که این میخواد برگرده اینقدر تحت محبت و مهمان نوازی این خانواده قرار گرفته بود و بالاخره همسر خونه چون خیلی نقش داره، وقتی شما به خونه کسی میرید در واقع این زنان هستن که اون ضیافت و پذیرایی رو پر رونق میکنن، بالاخره از شرایط خوردنی، نوشیدنی، نظافت، اون فراهم فضای آرامی رو که برای مهمان فراهم میکنن و اون فضای دلپذیر رو که ایجاد میکنه. و اگر شوهری بخواد مهمان بیاره و همسرش ناراضی باشه یا همسر همکاری نکنه، خب اون فضا برای مهمان فراهم نمیشه و مهمان هم اینو درک میکنه. مهمان وقتی توی خونه میره از اون نوشیدنی ها و غذاها و فضای آرام و محیط صفابخش خانه مثلا صاحب خونه بهره مند میشه، میفهمه که این به برکت در واقع اون همسرش هست. نکته رو داشته باشه اون همسر هست که اون شرایط رو فراهم کنه. همسر نمیخواست دیگه، صاحب خونه هم رنگش پریده بود، مرد و وضعیت خوبی نبود. خب اینم در زمان جاهلیت حس میکردن و ایشون وقتی که این شخص بر میگرده در زمان جاهلیت از این مهمانی از این خونه تعریف میکنه که خدا خیر بده همسر عفان رو که اینقدر اهل خیر و نیکی بود و اینقدر به ما محبت کرد و پذیرایی از ما کرد که ما مثلا ضمن که دارای نجابت و شرافت اینها بود نمیدونم چجوری قدردانی بکنم. در هر صورت از همون ابتدایی که اسلام بالاخره وارد ظهور کرده، ابتدایی می‌بینیم که ما حضرت عثمان رضی الله عنه اسلام رو میپذیره و مادر ایشون وقتی که متوجه میشه عثمان اسلام رو قبول کرده مخالفت نمیکنه باهاش. گفتیم حالا این زمانیه که بالاخره ازدواج کرده و همسر دیگری داره، دیگه عفان مرده بوده و خب عثمان هم در کنار پیامبر یاری کننده رسول خدا صلی الله علیه و آله اولین شاگردان انگشت شماری کنار پیامبر از ابوبکر و عثمان و علی و اینا، عبدالرحمن ابن عوف. و خب این مانع نمیشه، از این تاریخ نقل میکنه نه تنها مانع نشد بلکه برخورد بدی هم نکرد. اینجا عقبه ابن ابی معیط که در شوهرش بود که خب سرنوشت بدی هم براش بد رخ داد، این اومد به شکایت کرد به همسرش مادر عثمان به اروا، گفت چرا عثمان اینجوری، چرا مانع از این نمیشی، پسر داره محمد رو یاری میکنه و فلان. بعد رو به عقبه ابن ابی معیط کرد، گفت چه کسی از محمد اولاتره به ما خودمون جان و وجودمون رو باید در دفاع از محمد قرار بدیم. در هر صورت اینجا نشون میده توجه اروا رو نسبت به عثمان و خیلی ها این رو نشون میدن که این در واقع مسلمان شده بود اما اسلامش رو به گونه دیگه علنی کرد. در هر صورت اینجا نقل کردن برخی که نه، ایشون اسلامش رو علنی کرد و به مدینه هم هجرت کرد و بعد دخترش ام کلثوم اومد بنت عقبه و
همچنین اینا با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. حضرت عثمان از این اسلامش خیلی خوشحال شد، شادمان شد و خب طبیعی بود که در نزد دختر عمه پیامبر بود، بالاخره مادر عثمان بود، عثمان داماد پیامبر بود، دو دختر پیامبر رو داشت. اصلا تصاویر و صحنه ها رو میگم برای ما دیگه جوری دیگه جلوه ده، الان که میبینیم زیبایی رو نمیتونیم فراموش بکنیم. خب طبیعیه که جایگاه خاصی داشت مادر حضرت عثمان، بالاخره مادر شوهر دو تا از دختران پیامبر بود. چی بگم من دیگه، یعنی واقعا چی میشه گفت، اون دختر عمه پیامبر از اون طرف و رقیه و ام کلثوم که دو دختر پیامبر بودن، همسران عثمان بودن، به ترتیب شدن و خب این نشون دهنده اون ریشه ها و ارتباط ها هم بود، ضمن که خب اسلام رو هم آوردن. نقل شده که اروا بنت کوریش تا زمان حضرت عثمان زنده بود در خلافت ایشون هم دوران مکی رو تجربه کرد، دعوت مدنی رو تجربه کرد و دیگه موهاش کاملا سفید شده بود دیگه. در زمان حضرت عثمان خلافت ایشون میگن ایشون از دنیا رفت، حضرت عثمان زنده بود و خلیفه بود. ابن سعد رحمت الله علیه نقل میکنه که ما شاهد بودیم که مادر حضرت عثمان از دنیا رفت. میگه شهدنا ام عثمان ابن عفان رضی الله عنه یوم ماتت، اون روزی که مرد ما کاملا یاد اون است. فدفعناه بالبقیع، ما ایشون رو در بقیع دفن کردیم. عثمان برگشت و دیدیم که و مردم هم برگشتن. میگه عثمان در تنها داشت تو مسجد نماز میخوند، منم کنارش نماز میخوندم، دیدم عثمان در سجده هست و دعا میکنه، میگه اللهم ارحم امی اللهم اغفر لامی. و خب این میگه من یادم هست که برای مادرش دعای مغفرت و دعای بخشش و رحمت میکرد. ابن حجر هم نقل کرده که اروا در حالی که 90 سال عمرش بود از دنیا رفت و عثمان هم در موقع زنده بود که سر قبرش ایستاد و بالاخره براش دعا کرد. در هر صورت اروا بنت کوریش که مادر حضرت عثمان بود از این دنیا رفت و اون چه که تاریخ از این نقل کرده. خب موارد دیگه هم نقل شده، خداوند همین مورد بخشش رحمت قرار بده. فقط خواستم یادآوری کرده باشیم، به نوعی بدونیم که این ارتباط ها چگونه هست. اگر ما حضرت عثمان ذوالنورین رو میشناسیم، دختران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میشناسیم، خب ببین مادرشون رو هم میشناسیم، دختر عمه پیامبر و ارتباطات دیگری که بالاخره بین این نسل اولیه مسلمان بوده. تا روز دیگه و داستان دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.